جلسه سوم از دوره آموزشی آشنایی با محیط نرم افزار PDMS را آغاز می‌کنیم. در این جلسه سعی می‌کنیم در مورد ماژول‌های نرم افزار، نحوه مدیریت یک پروژه توسط ماژول‌های نرم افزار و وظایف ماژول‌های نرم افزار صحبت کنیم. در دو جلسه گذشته در مورد ماژول دیزاین و ماژول دیزاین صحبت کردیم و سعی کردیم با محیط ماژول دیزاین و آیکون های ماژول دیزاین از جمله تایتل بار، تول بار، صفحه 3D ویو، ساختار درختی، هلپ نرم افزار و همچنین نحوه کار کردن با موس در صفحه 3D ویو در ماژول دیزاین آشنا شدیم. در این جلسه اگه بخوایم ماژول های کلی نرم افزار PDMS رو نام ببریم، میتونیم به طور کلی اشاره کنیم به ماژول ادمین، ماژول مانیتور، ماژول پاراگون، ماژول اسپکان، ماژول دیزاین و درفت و آیزو درفت که در نرم افزار PDMS هر کدوم از این ماژول ها وظیفه خاصی رو بر عهده دارن. نرم افزار PDMS همونطور که از اسمش مشخصه، پایپینگ پلانت دیزاین منیجمنت سیستم، یک نرم افزار مدیریت طراحی هستش که زمانی که ما میخوایم یک کار طراحی را انجام بدیم نیاز به یک سری اینپوت داریم که باید این اینپوت ها در نرم افزار پیاده سازی کنیم و در این نرم افزار کار طراحی را انجام بدیم و یک سری خروجی تحت عنوان اوتپوت از نرم افزار بگیریم که این کار توسط ماژول‌های نرم افزار PDMS، یعنی هم یک کار طراحی، یک کار ورودی طراحی خروجی و همچنین همزمان مدیریت این کار رو توسط نرم افزار PDMS انجام بدیم. خب ماژول‌های ادمین و ماژول مانیتور کار منیجمنت یا مدیریت کلی پروژه رو بر عهده دارن و داده‌های ورودی پروژه در ماژول‌های پاراگون و اسپکان داده میشن. داده‌های ورودی هر پروژه تحت عنوان مدرکی به نام PMS هستن که PMS در واقع پایپینگ متریال اسپسیفیکیشن یه مدرکی هست که یک سری کلاس خط در این مدرک تعریف شده و برای هر کلاس خطی دسته‌بندی از متریال با ویژگی‌هاشون داده شده که ما این دسته‌بندی ها رو به ماژول اسپکان و پاراگون انتقال میدیم. یعنی در واقع در ماژول اسپکان و پاراگون PMS رو پیاده سازی میکنیم. به چه صورت؟ به صورتی که پایپینگ کلاس ها رو در ماژول اسپکان تعریف میکنیم و زیر مجموعه هر پایپ کلاس میایم متریالی تعریف میکنیم و برای هر متریال یک سری دیسکریپشن تعریف میکنیم که در واقع این کار کاتالوگ نویسی در نرم افزار PDMS هم میگویند که این گفتیم توسط ماژول پاراگون و اسپکان انجام میشه. البته یک مستر پروژه‌ای در نرم افزار PDMS وجود داره که داره یک دیتابیس جامعی هستش که بیشتر متریال و پایپ کلاس ها تعریف شده و میتونیم از این دیتابیس کمک بگیریم و داده ها رو در نرم افزار اسپکان و پاراگون فراخوانی کنیم. ولی چنانچه متریال در این متریال مورد نظر در دیتابیس وجود نداشت، میایم کار عملیات کاتالوگ نویسی رو در ماژول اسپکان و پاراگون انجام میدیم. خب تا اینجا ما اینپوت یا داده های ورودی رو به نرم افزار PDMS دادیم، یعنی در واقع عملیات ورودی پیاده سازی داده ها رو در نرم افزار PDMS انجام دادیم. بعد از اینکه داده ها رو به نرم افزار PDMS دادیم، به مرحله بعد میریم که تحت عنوان مدلینگ مشخص کردیم. کار مدلینگ در نرم افزار PDMS توسط ماژول دیزاین انجام میشه. ماژول دیزاین در واقع یکی از پرکاربردترین ماژول های نرم افزار PDMS است که برای طراحی سه‌بعدی پروژه از ماژول دیزاین استفاده میکنیم. در واقع هر پالایشگاه یا پتروشیمی یا هر سایتی را که ما بخوایم توسط ماژول دیزاین طراحی میکنیم. بعد از عملیات طراحی در نرم افزار PDMS سراغ اوتپوت یا خروجی نرم افزار میریم.
خب خروجی های نرم افزار در ماژول های درفت و آیزو درفت انجام میشه که نقش های دو بعدی از سایت را از ماژول درفت استخراج میکنیم و نقشه های دقیق تر و با جزئیات بیشتر را از ماژول آیزو درفت استخراج میکنیم. تا اینجا ما به صورت کلی با ماژول ها و وظایف ماژول های نرم افزار PDMS آشنا شدیم. در ادامه یک روش دیگر باز کردن ماژول های نرم افزار PDMS رو آموزش میدیم. بعد از نصب نرم افزار PDMS 3 تا آیکون بر روی صفحه ویندوز مشاهده میشه که با دابل کلیک بر روی آیکون پلان دیزاین فولدری باز میشه که فولدر چهارم این صفحه به نام PDMS 12.1 سرویس پک 4 دابل کلیک و ماژول های نرم افزار PDMS مشاهده میشه و با دابل کلیک کردن بر روی هر ماژول ما میتونیم به محیط این ماژول دسترسی پیدا کنیم که در جلسه گذشته اینو هم توضیح دادیم. در اینجا میخوایم یک روش دیگر وارد شدن به نرم افزار ماژول های نرم افزار PDMS رو هم بیان کنیم که اگه ما این حالا این از قبل این داشتیم اینو دیلیت کنیم. خب بعد از نصب نرم افزار PDMS به قسمت مای کامپیوتر میریم. درایو C از مای کامپیوتر رو باز میکنیم و به فولدر اووا رو باز میکنیم. در فولدر مورد نظر فولدر سوم به نام فولدر پلنت دابل کلیک بر روی فولدر پلنت رو باز میکنیم. در صفحه باز شده فولدر PDMS 12.1 سرویس پک 4 رو دابل کلیک میکنیم. در صفحه باز شده به قسمت سرچ نرم افزار میایم و در اینجا PDMS.bat سرچ میکنیم. بر روی آیکون مورد نظر کلیک راست میکنیم و در اینجا سنتو میزنیم. سنتو به دسکتاپ یا هر جایی که میخوایم سنتو میزنیم. کپی نمیتونیم کنیم، سنتو باید بزنیم حتما. سنتو دسکتاپ. میبینیم که شورتکات PDMS بر روی صفحه دسکتاپ ما ایجاد شده که با دابل کلیک بر روی شورتکات ساب میکنیم تا صفحه لاگین مانیتور باز بشه که در همونطور که در دو جلسه گذشته گفتیم صفحه لاگین باز شده یک سری آیتم وارد میکنیم و به محیط نرم افزار ورود پیدا میکنیم یا به محیط نرم افزار دسترسی پیدا میکنیم که همونطور که در جلسه گذشته گفتیم ما اینجا چون به صورت آموزشی کار میکنیم، پروژه مورد نظر، پروژه خاصی نداریم، پروژه خود نرم افزار، پروژه سامپل رو انتخاب میکنیم. یوزرنیم گفتیم از یوزرنیم سامپل یا یوزرنیم سیستم استفاده میکنیم که هر یوزرنیم یک پسورد خاص خودشو داره که در اینجا پسورد سیستم گفتیم 6 تا X با کپسلوک روشن و مالتیپل دیتابیس که در واقع مالتیپل دیتابیس در واقع یک نوع دسته‌بندی از داده ها برای که حجم نرم افزار پایین‌تر بیاد، یعنی یه دسته‌بندی انجام شده که تحت عنوان مالتیپل دیتابیس اینجا نشون داده میشه که ما گفتیم دیتابیسی که ما انتخاب میکنیم حالا با توجه به نوع کارمون ما اینجا به عنوان مثال پایپ انتخاب میکنیم. در قسمت آپشن در اینجا ما میتونیم به هر ماژولی از نرم افزار بخوایم انتخاب کنیم و به محیط اون ماژول دسترسی پیدا کنیم که اینجا مثلا ماژول دیزاین رو انتخاب کنیم. آیکون های زیر هم قبلا توضیح داده شده به جز آیکون چنج پسورد که با زدن تیک آیکون چنج پسورد ما میتونیم با لاگین کردن پسورد یوزرنیممون رو تغییر بدیم و چنانچه بخوایم فقط به تیک هیچ کدوم نزنیم لاگین بزنیم به صفحه دیزاین به صفحه طراحی ماژول دیزاین دسترسی پیدا میکنیم. خسته نباشید.